طی چند هفته آخر مقامات ترکیه در شهرهای بزرگ این کشور از جمله در استانبول صدها شهروندان خارجی را که در قلمرو این کشور بدون حجت اقامت کار و فعالیت داشتند دستگیر کردند. به گفته منابع پایگاه خبری بامداد در بین دستگیر شده و 10 تن از مهاجران تاجیک نیز هستند. به سبب نداشتن حجت اقامت به دست افتاده حالا در بازداشتگاه‌های مهاجران خارجی در بیرون از شهر استانبول نگاه داشته می‌شوند. یک مهاجر تاجیک مقیم استانبول که یکی از نزدیکان او هم از جانب پلیس ترکیه در استانبول دستگیر شده است به بامداد گفت برادر من چند سال باز در ترکیه کار و فعالیت داشت. 1 ماه پیش کارمندان پلیس از آنها خواستند که شناسنامه‌هایتان را بیارید تا ایزی انگشت بگیریم. چند نفر از تاجیکان از جمله برادر من نیز شناسنامه‌هایشان را بردند. به همین 15 روز از آنها درکی نشد و برادرم تنها بعد 15 روز زنگ زد و گفت که ما را بازداشت کردند و حالا در یک بازداشتگاه بیرون از استانبول قرار داریم. برادرم گفت که در این بازداشتگاه در برابر ازبک‌ها، ترکمن‌ها، قرقیزها، مهاجران تاجیک نیز خیلی زیادند. در بازداشتگاه به برادر این هم صحبت بامداد گفتند مهاجران دستگیر شده را از ترکیه یا اخراج میکنند و یا تا 1 سال به زندان میروند. و گفته هم صحبت ما نفرانی هم هستند که زیاده از 3 ماه باز در این بازداشتگاه قرار داشتند. هر نفری که پول دارد ادوکات گرفته زود از بازداشتگاه به کشورش می رود، ولی ادوکات در ترکیه خیلی گران است و بسیاری ها توان کرایه کردن ادوکات را ندارند. از این رو نفرانی که امکان گرفتن ادوکات را ندارند تا زمانی که مقامات این کشور خودشان تصمیم نگیرند تا 3 یا 4 ماه در بازداشتگاه باقی میمانند، سپس یا اخراج میشوند یا به زندان میروند. میگویند مهاجران تاجیکی که در ترکیه کار و زندگی میکنند میگویند سالهای قبل کسی در اینجا حجت نمیپرسید یا کارمندان پلیس به جای کارشان نمیرفتند، ولی حالا هر روز ریدها رفته ایستاده است و کارمندان پلیس در همه کارخانه‌هایی که خارجیان کار میکنند ریدها میگذرانند و مهاجران غیر قانونی را دستگیر میکنند. این هم در حالی است که به گفته همزوبت بامداد حالا گرفتن حجت بود و باش در ترکیه نیز نسبت به سالهای قبلی خیلی مشکل تر گردیده است. یک همصحبت بامداد که سالها باز به حجتگذاری شهروندان آسیای مرکزی و روسیه در ترکیه سر و کار دارد میگوید سال 2022 قانونگذاری بود و باش خارجیان در این کشور تغییر یافت و اگر بیشتر هر نفر میتوانست که به یگان مشکلی حجت بود و باش را دسترس نماید، حالا طبق قانونهای نو ترکیه هر داوطلب باید خانه به نامش باشد، صاحب خانه با نتعدس رفته وکالت بدهد، به اداره شغل اهالی رفته ثبت نام کند و از رئیس محل جای زیست که در اینجا مختار میگویند نیز باید معلومات نامه بگیرد. او میگوید برای نفرانی که بار اول حجت اقامت میگیرند ریسک زیاد شده است، زیرا حالا از 10 نفر تنها به 2 نفر حجت داده ایستادند، ولی وقتی حجت گرفته نتوانست مبلغش طبق قانونهای ترکیه بازپس داده نمیشود. به گفته همصحبت بامداد از این حالت نفران فرصت طلب سوء استفاده برده ایستادند و با وعده های دروغ که ما حجت گرفته میتوانیم مردم را فریب میکنند و پولشان را میگیرند. ترکیه سالهای آخر به یک مسیر دیگر عمده مهاجران کاری برای شهروندان تاجیکستان تبدیل یافته ایستاده است. مهاجران تاجیک در ترکیه بیشتر در ساختمان‌ها و کارخانه‌های مبل سازی و تکستیل کار میکنند، ولی تاجیکان نیز هستند که در ترکیه تجارت خود را برا انداخته کامیاب شدند.